ملأ الله عینیه من النار. روایت است که کسی که اگر چشمهاش از نظر کردن حرام پر میسازد، الله روز قیامت این چشمها را از آتش دوزخش پر میگرداند. چشمهایی که اگر نظر کننده در حرام پروردگار باشد. چشمها ما باید که از الله ترسان باشد. سوم چیزی که از الله ترسان باشد، این بطن است. گفت ابولیث سمرقندی این شکم است. این شکم است. گفتند شکم انسان هم باید که از پروردگار ترسان باشد. یعنی هر چیزی را که انسان تناول میکند ما و شما میدانیم که وای به شکم میرود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به، کل جسد نبت من السحت فالنار اولا به. هر یک جسدی که از حرام آب و تاب میگیرد، هر یک جسدی که از پاره خوری، از ربا خوری، از حق مردم خوری آب و تاب میگیرد، رسول اکرم گفتند این جسد ارزنده آتش دوزخ است. تو ای صوفی حضرت مولانا از ربا خوری، از حق مردم خوری آب و تاب میگیرد، رسول اکرم گفتند این جسد ارزنده آتش دوزخ است. تو ای صوفی، حضرت مولای جنوی خدا رحمت کند، تو ای صوفی که در بر میکنی دلق کنه والاحتیاط از پاکی حلق. اگر حلقی کسی آلوده باشد کجا در معرفت پالوده باشد. چرا تو بی توقف میزنی دست، دهان چون ماهی اندازی به هر شست. بخور قوتی که در معده شود آش، مخور آنی که رسوایی شود فاش. حضرت گفتن همون ماهی که در دریا، ماهی قبها وقتی همون چنگک میپرتایند دیگر وی نظر نمی کند، اطراف این چنگک نظر نمی کند، فقط همون کیر میبیند و دهان خود در همون که میپرتاید و گویم بعد در هلاکت گرفتار میشود. میگوید تو چرا نظر نمی کنی؟ چرا هر لقمه را که میخوری اطراف او را نظر نمی کنی؟ یعنی انسان سیوم اعضایی که از الله باید ترسان باشد این چیز، این شکم به اوست. باید که از خوردن حرام احتراز داشته باشد، باید که پشتگردان باشد. چهارم از الله باید چی ترسان باشد؟ دستهای ما و شما از الله ترسان باشد. این دستها باید که حرام کرده پروردگار را هیچگاه نقپد. این دستهای ما و شما باید که به سوی زنهای نامحرم روان نباشد. این دستهای ما و شما باید فقط صحیفه های قرآن ورق زنند. این نظرهای ما و شما فقط باید که به جمله های قرآن باید نظر کننده باشد. پنجم چیزی که از الله باید ترسان باشد، ابولیث سمرقندی میگوید این قدم های شماست. باید قدم های ما و شما هم از الله ترسان باشد. هر جایی که ما و شما میرویم یقین دانید که این با این اعضاها ما و شما میرویم، با این قدم هامون میرویم. باید این قدم های ما و شما هم در راهی باید که راه رود، در راه سفربر کرده شود که راه حلال باشد، راه حق باشد، راه راضیگی پروردگار باشد. ششم اعضایی که باید ترسان باشد، ابولیث سمرقندی گفتند این است که طاعت او از برای پروردگار باشد. یعنی هر یک عبادتی که شما میکنین خاصه برای خدا باشد، برای غیر خدا نباشد، برای داناندن نباشد، برای ریا نباشد. ششم حضرت گفتند، هفتم چیزی که اعضایی که باید که ترسان به سوی خدا باشد این زبان است. باید که زبان انسان از پروردگار ترسان باشد. افسوس امروز وقتی ما زبان میگوییم در اطراف زبان اگر ساعتها من برای شما صحبت کنم کم است. امروز زبان برادر مسلمان ما و شما باور کن چنان آلوده هست که وای به حال همون برادر، وای به حال آن کسانی که این زبان در راه نادرست صرف میکنند.
ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. الله میگوید هر یک کلمه ای که از این زبان تو میبراید یقین دان که نگهبانهای در نزد این دهان تو حضور دارند. فرشته های هستند که هر یک کلمه، هر یک جمله این زبان تو را گوش میکنند. ابن کثیر در تفسیر خودش میگوید حتی که انسان در حالتی که با زن خودش خانه‌داری میکند یا انسان حتی در حاجتخانه رفته می نشیند، همون جمع چیزی که میگوید همونها را فرشته ها می نویسند. باید آن چیزی را که ما از زبان رانده میکنیم باید فکر کنیم که کدام کلمه از این زبان ما و شما میبراید. امروز اکثر برادرای ما و شما دروغگو شدند، دروغ میگویند. با این زبان دروغ میگوییم، از خدا نمیترسیم. اکثریت کار تمام، چی سودامان، چی راههای دینیمان، چی در کارهای حکومتیمان، همه قریب با دروغ شدگی هست. فقط با دروغ ما و شما پیش رفته ایستاده ایم. لیکن یقین داریم که در این جمله هایی که ما و شما از دروغ هستند تلفظ میکنیم، در نزد پروردگار ما جواب میگوییم. رسول اکرم میگوید الکذاب و کلیس. لیس گفته دزد میگویند. رسول اکرم گفتند دروغگو مثل دزد است. فإن اللیس یسرق من مالی والکذاب یسرق من عقلی. گفته از دزد بینین، دزد گفته از مال می دزدد، لیکن دروغگو گفته از عقل انسان می دزدد. عقل ما و شما را می دزدد. یعنی ما و شما را با سخنهای دروغ خود دامنهای ما و شما را پر می سازد. علل خصوص امروز مراجعت هایی که در ما می شود که در فلانی آمد از من قرض گرفت و برای من وعده داد که فردا یا پس فردا یک ماه پس ما این پولی را گردانده می دهیم، بعدا می فهمیم که وای ما را دروغ گفته است. رسول اکرم گفتن بینین، گفتن یعنی دروغگو مثل دزد است گفته است. دروغگو یعنی دزد مال می دزدد، لیکن دروغگو گفته است عقل انسان می دزدد. با قسمهای خود، با همون دروغهای گویم بافته خود عقل ما و شما را بیگانه می کند. عقل ما و شما را به دست می گیرد و ما و شما را فریب می دهد. حتی امروز بعض کلانترهای ما و شما فرزندهای خورده ها ما باور کن دروغگویی را تعلیم می دهیم. همونها را ما و شما حتی دروغگو می کنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که الا انبئکم باکبر الکبائر. آیا شما را با کلانترین گناه خبر دهم؟ با کلانترین گناه. این کلانترین گناه چیست؟ میگه این کلمه را 3 بار رسول اکرم گفتند. آیا با کلانترین گناه شما را خبر دهم؟ آیا با کلانترین گناه شما را خبر دهم؟ قالوا بلا یا رسول الله. صحابه گفتند بله. گفتند ای رسول اکرم خبر ده، چیز کلانترین گناه چیست؟ رسول اکرم اولین چیزی که یاد کردن گفتند الاشراک بالله. یکم شرک به الله آوردن. کسی مشرک در راه خدا می شود این گناه کلانترین است. دوم گفتن و عقوق الوالدین. دوم کسی که در نزد پدر و مادرش گناهکار می شود. کسی پدر و مادرش به احترامی می کند، اینم از جمله گناه های کلانترین است. راوی حدیث می گوید که کان جالسا، رسول اکرم می گوید وقتی این سخنها را می گفت در حالت کان متکئا، حالت تکیه زده بودند، تکیه کردگی بودند و این حدیث بیان داشتند. فجلسه، راوی حدیث میگوید که در 3مش رسول اکرم از جای خود خیست و نشست و گفت الا و قول الزور. آگاه باشید گفت 3م گناهی که گناه کلانترین است این سخن دروغ است. فما زال یکرروها حتی قلنا لیته سکته. راوی حدیث میگوید آنچنان این کلمه 3م، جمله 3م آنچنان زیاد تکرار کرد که با دل خود گذرانیدیم که کاش که پیغمبر سکوت کند، کاش که پیغمبر سکوت کند. همه شرمندگی ها از دروغ است.
چراغ راستان دائم فروغ است. به دنیا این قدر دارد خجالت، چی باشد خجلتی روز قیامت. در دنیا این قدر خجالت دارد، وقتی در دروغ انسان شما میقپین، دستگیر میکنین، این قدر خجالت میشود. مولوی جنونی میگوید به دنیا این قدر دارد خجالت، چی باشد خجلتی روز قیامت. خجالت روز قیامتش چند قدر باشد. ستون از راستی آمد به مسجد، ستون از راستی آمد به مسجد، خشبها از کجی ضربی تبر دید. حضرت میگوید که همین ستونهایی که در مسجد جای کردن، میبینین ستونهای راست، یعنی همین ستونهایی که آوردن همش به خاطر او مسجد آمدن که ستونهای راست هستند، یعنی راستگو هستند. خشبها از کجی ضربی تبر دید. این چویهایی که امروز ضربی تبر میبینن، اینها را میگوید از خاطر آن که اونها کج هستند، از این خاطر اونها را با تبر میزنن و راست میکنن. این است یکم صفت مؤمن که ترس خدا. در آخر از همه شما در این اول صفت مؤمن، خواهش من این است که در هر حالتی که باشین دادرای عزیز، چه در کارخانه های دولتی باشین، چه در بیرون از کارخانه های دولتی باشین، چه در کارهای تجارتی تان باشین، چه در سفرها باشین، در همه حالت از پروردگارتان ترسان باشین، از خداتان ترسان باشین. هر کاری را که چنگ میزنین، دست میزنین، خداوند در پهلوتان تصور کنین. همچنان تصور کنین که الله شما را نظارت دارد، الله شما را دیده ایستاده است. میگذاریم به دویم صفت مؤمن. انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. این یک صفتش بود که من برای شما بیان کردم. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. دوم صفت مؤمن این بود است که هر وقتایی که اگر در نزد اونها آیتهای قرآن خوانده شود، هر وقتایی که در بین اونها موعظه، امر معروف و نهی منکر صدا دهد، زادتهم ایمانا، ایمانهاشان زاید می شود، ایمانهاشان زیاد می شود. نه مثل آن کسانی که در بین آنها تلاوت قرآن می شود یا در بین آنها امر معروف و نهی منکر می شود، وای خواب است، وای پروایی ندارد، وای نمیداند که در اینجا امر معروف و نهی منکر است، در اینجا تعلیل آیت قرآن است، در این توجه ندارد، پروا ندارد، وای خواب است، پروایی ندارد. دوم صفت مؤمن همین است که در حالت تلاوت قرآن، در حالتی که ما تحلیل و تفسیر آیت قرآن میکنیم، باید که بنده مؤمن ایمانش زیاد شود. تمام مفسران و محققان و محدثان اتفاقی بر این دارند که ایمان انسان از حساب موعظه و از حساب گویم تلاوت شنیدن آیت قرآن چی میشوند؟ قوت میگیرند، نور ایمان زیاد میشود، کیفیتش زیاد میشود. ابو حنیفه اگرچند که ظاهر آیت به این دلالت دارد که ایمان زاید میشود، ابو حنیفه گفتن ایمان زاید نمیشه، ایمان زیاد نمیشود. یعنی همین باوری که ما و شما داریم، ایمان من در جمعه اول برای شما بیان کردم که یعنی این تصدیقی بدیل است و اقرار بر زبان است. حضرت امام ابو حنیفه گفتن انا همین باوری شما، انا همین تصدیقی با قلب شما، این زیاد و کم نمی شود مگر که با قوت می شود و ضعیف می شود. یعنی انسان وقتی که از روی تجربه ها نشان داد که وقتی انسان به عمل صالح چنگ می زند، ایمان او با قوت می شود. وقتی انسان به گناه مبتلا می شود، ایمان او ضعیف شدن می گیرد. این تجربه ها از روی گفته مفسران نشان داد که فقط ایمان ما و شما را با قوت میکردگی عملهای صالح ما و شما هستند.
همین عمل صالحی که الان شما آمده برای جمعه، آمده برای گوش کردن امر معروف و دیگر امرهای شریعت وقتی که شما به جا میارین، اینها ایمان شما را با قوت میکنند. و وقتی که شما اگر با گناه چنگ زنید، این حالت در ایمانهای شما ضعیف میشود. دوم، صفت مؤمن مختصرا همین است که وقتی که شما شنیدید آیت قرآن را یا وقتی که شما شنیدید موعظه ها را، این حالت در ایمان شما قوت گرفتن میگیرد، ایمان شما با قوت میشود. سوم چیست؟ سوم صفت مؤمن و علی ربهم یتوکلون. سوم صفت مؤمن باید این دو صفتش الکه در ما و شما باید باشد. یکم ترس پروردگار، دوم وقتی که آیت قرآن خوانده شود، امر معروف و نهی منکر گفته شود، ما بی‌طاقت نشویم، ما بی‌طاقت نشویم، دلهای ما تنگ نشود. از شنیدن آیتهای قرآن باید جسم ما راحت کند، باید امر معروف و نهی منکر ما و شما باز طلبگار باشیم، با یک جمعه قناعت نکنیم، باید که باز زیادتر طلب کنیم. در هر جایی که میشنویم که دعوت است، در هر جایی که میشنویم که امر معروف و نهی منکر است، باید که روان باشیم، باید در اونجا رفته ایمان خودمان با قوت سازیم. چگونه که بعضی بندگان خدا هستند که در یک ساعت امر معروف و نهی منکر طاقت ندارند، یا اگر یک چند آیت قرآن در پیش اینا تلاوت کرده شود، بی صبرانه بی طاقت می شوند، حتی نشستنی در همون معرکه را دیگر برای اونا خیلی مشکل می آید. حتی این در بعض همون ملاها ما وجود دارد، باور کنید. امروز ما سیاحت داریم، امروز ما گرد و گشت های زیاد می رویم، از ما تکلیف میکنن که التماس همین یک 20 مینوت واری گپ زنیم بس است، یا 15 دقیقه گپ زنیم بس است. بعض پیشواهامون که امروز به ذمه همه اونا فرض است که مردم دعوت کنند، مردم تله و تاراج نکنند، مردم دسترخوانشون را رفته نگیرند، بلکه برای مردم امر خدا و پیغمبر را رسانند. افسوس که امروز این مسئولیت همه پیشواها حس نمیکنند، دارن توجه دارن، دعوت دم می روند، لیکن نیتشون دیگر چیز است. نیت فقط برای چی است؟ فقط برای برداشتن است، برای گرفتن است، برای فقط همون تازه کردن همون خاندان است. دو صفتش انا امین است. سوم و علی ربهم یتوکلون. دادرای عزیز کوشش کنید که این صفتها در شما باشد. اگر نباشد باز گفتنی هستم که ایمانتان کامل نیست. باید برای پیدا کردن این شما کوشش داشته باشید. سومش این بود است که با پروردگارتان توکل کنید، توکلی بر پروردگار داشته باشید. خداوند در قرآن سوره طلاق میگوید و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی با پروردگار تکیه کننده است. توکل گفته تکیه کردن است. کسی با پروردگارش توکل دارد، چه در همه حادثه و سختی ها، چه مصیبتی که به سرش می آید، چه سختی هایی که به سرش می آید، اگر با پروردگارش توکل داشته باشد، الله میگوید که فهو حسبه، من این انسان بسنده هستم، من این انسان کفایت کننده هستم. کسی که در همه حالتها با پروردگارش توکل دارد. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. در سوره مائده هم پروردگار میگوید با پروردگارتان توکل کنید اگر شما مؤمن باشید. اگر شما مؤمن باشید با پروردگارتان تکیه کنید. در سوره آل عمران چی میگوید پروردگار؟ ان الله یحب المتوکلین. پروردگار متوکل دوست می‌دارد. کسی که تکیه کننده به سوی پروردگار است، الله متوکل دوست می‌دارد، توکل کننده را دوست می‌دارد. لیکن دادرای عزیز و پدرای مهربان، توکل چیست؟
شاید سوال آید من باوری کامل دارم که شما نمیدانید که توکلی به پروردگار چی معنا دارد، حالا که آیت‌های قرآن میگوید که شما با پروردگارتان تکیه کنید اگر مؤمن باشید. خداوند به توکل کننده ها بسنده است. الله میگوید متوکل دوست می‌دارم، توکل کننده را دوست می‌دارم. توکل این نیست که انسان خودش را به خودش حواله کند و در خانه بیکار نشیند. در خانه بیکار می نشیند و توکل بر خدا می کند. این توکل نیست. باید که ما اسباب ظاهر هم استفاده بریم. اسباب ظاهر باید استفاده بریم، لیکن در همین اسباب ظاهر اطمینان کامل نمیبندیم، بلکه تمام اطمینان ما به سوی پروردگار حواله میکنیم. اسباب ظاهر میدانیم. اسباب ظاهر این است که ما و شما در یک کارخانه کار میکنیم، یا ما و شما اوستای چوب هستیم، یا اوستای ماشین هستیم، یا اوستای آهن هستیم. خب ما در همین کارخانه کار میکنیم. همین کارخانه اسباب است، سبب است، سبب پیدا کردن بهبودی زندگی من است. این اسباب ظاهر من استفاده میبرم، لیکن در این کارخانه خود اطمینان کامل نمیبندم. یعنی تمام حیثیات من بر همین کارخانه حواله نمیکنم که فقط همین کارخانه نباشد من دیگر چیز زندگی کردن نمیتوانم، بلکه این اسباب ظاهر استفاده میبرم، این کارخانه ما استفاده میبرم، لیکن تمام اطمینان ما به سوی الله حواله میکنم. چگونه ای که رسول اکرم میگوید قید و توکل، قید و توکل، ببند بعدا توکل کن. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل پای اشتر را ببند. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل پای اشتر را ببند. پای اشتر وقتی تو همون مال و گاوی که در صحرا میخواهی که اونا را کشاده کنی، وقتی اونا را که صحرا بردی اونها را ببند میگد رسول اکرم و بعدا توکل بر خداشون کن. این است معنای توکل. ثلاثه لا يحبهم الله عز وجل. الله سه طایفه را دوست نمی‌دارد. سه طایفه را پروردگار دوست نمی‌دارد. رجل نزل بیتا خربا، یک شخص در یک خانه ای که میداند که یا این زمان یا زمان دیگر چپه میشود، در همین خانه چکار میکند؟ میایستد میگه توکلم بر خدا. این الله دوست نمی‌دارد، زیرا این خطر تو دیده ایستاده ای. خدا برای تو عقل داده است که این زمان یا زمان دیگر چپه میشود. این توکل بر خدا نیست. رسول اکرم میگوید که الله دوست نمی‌دارد مردی را که در یک خانه ای که گویم خیلی حالت ناگوار است، خانه هست که تمام انسان ها میگویند که این زمان یا زمان دیگر چپه میشود، میگوید میلش توکل ما به خدا. این توکل نیست. این طایفه را الله دوست نمی‌داشته است. دوم رجل نزل علی الطریق. دوم طایفه را که الله دوست نمی‌دارد کسی است که در قد راه خواب میکند، همراه خود مال اسباب انجام دارد، یا دروازش کشاده میماند و خواب میکند میگه توکلم به خدا. اینم الله دوست نمی‌دارد. دروازه ما محکم میکنیم و بعدا در جایگاه خواب ما خواب میکنیم، بعد توکل بر خدا میگوییم. دروازه بستدم الله قدرت دارد که همین قدر مصیبت ها و کشتارهایی که میشود همه اونا دراشون بستن، درهای اونا کشاده نیستن، لیکن ما درهامون بسته میکنیم و بعدا توکل بر خدا میکنیم. یا مثل این که اگر انسانی که دروازه‌اش کشاده ماند یا در یک قد راه خواب میکند و میگه توکلم به خدا، پیغمبر خدا میگه این گونه مردها را هم الله دوست نمی‌دارد.
سوم کیست؟ سوم شخصی هست که من ارسل دابته ثم جعل یدعوه ان یحبسها. سوم شخصی که مال و گاوش در یک کوهستان سر میدهد، بعد میگه توکلتم به خدا، خودش میگردد میآید. این را هم رسول اکرم گفت این مردم خداوند دوست می‌دارد. ما و شما در اطراف همون حیوان‌هایی که در چراگاه داریم پاسبان‌ها می‌گذاریم، محافظت می‌کنیم و بعداً توکلی بر خداشون می‌اندازیم. این است سه صفتی که از 5 صفت مؤمن است. انشاءالله من 2 صفت دیگری او ماندگی هست که اینا الذین ینفقون. چهارمش این بود است که کسانی که الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. چهارمش کسی بود است که 5 وقت نماز میخواند. چهارمش پنجمش نفری هست که از مالی داشتگیش در راه پروردگار خیر احسان میکند. انشاءالله این 2 صفت دیگرش را جمعه آینده همراهن همش یک مکملا من برای شما باز میرسانم. الحال فقط یک موضوع خیلی مهمه که حکومت امروزه گوییم با ذمه ما گذاشته است، همین اعلان میخواهم در بین شما کنم. زیرا الحمدلله امروز من میدانم که اینقدر نفرهایی که در این مسجد جمع میشویم، همه شما الحمدلله که از این 5 صفت مؤمن درکدار هستین و مؤمن کامل انشاءالله شما هستین. و این هم یک وظیفه مؤمنی ما و شما. چی وظیفه است؟ رسول اکرم میگوید که الایمان 70 شعبه. ایمان 70 و چند شعبه هست، 70 و چند شعبه دارد. یک شعبه همون چی است؟ الحیاء شعبه من الایمان. حیا شرم یک شعبه ایمانداری هست. امروز همه شما میدانید، من اینجا مهمان ها هم الحمدلله حضور دارم. شهر کولاب ما و شما در پیش یک معرکه خیلی کلانی که 2700 سالگی میگوییم در پیش داره. پدرها و برادرای عزیز خیلی با دقت باشید. باور کنید این یک وظیفه هم مسلمانی من هم هست. در این شهر کوچکی ما و شما خیلی نفرهای زیاد مهمان وارد می شوند، خیلی زیاد. مقصد من از اول از حیا وقتی صحبت کردم چی مقصد است؟ حیا شرم معنای را ندارد که ما و شما همین یک نفر را میبینیم، یک زن نامحرم را میبینیم و روی ما میگردانیم. خب یا اینکه مثال گویم یک زنی با سطر با اسلام ما و شما وقتی یک مرد بیگانه را میبیند رویش میگرداند، این هم از جمله شرم و حیا هست. لیکن امروز اگر ما و شما هم اگر این معرکه که در پیش داریم اگر دستگیری نکنیم، همین هم باور کن به شرمی و به حیایی ما و شما را نشان میدهد. ما از شما چی میخواهیم؟ از همین نمازگزارایی که در این مسجد حضور دارند، الحمدلله که تا امروز ما و شما فقط گوییم آن چیزی که پیشنهاد میکردین، هر موضوعی را که پیشنهاد میکردین ما حقیقتش در بین شما گفته ایستاده ایم. تا حاضر انشاءالله این میکروفون هیچ وقت حدیث ضعیف نمیگوید. این میکروفون تا زمانی که در دست من است هیچ وقت سخن ناحقم نمیگوید، هیچ وقت خاطر هیچ کس هم نمیبیند، فقط سخن حق از اینجا صدا میدهد. لیکن امروز ما هم حس میکنیم که همچه یک حسی وطنداریمان، حسی یک گویم همی کولابگیه که در حسیات هر کدام ما و شما هست. هر یک جا باید به خودش یک حسی وطن دوستاری و محل دوستاری را داشته باشد. امروز همین شهر ما و شما همین جشن دارد. از شما همین قدر خواهش است که خاندانهاتان تازه کنید. یک وظیفه تازگی که تازگی خودش علاقه از اسلام است.
ان الله نظیف یحب النظافه. الله پاک است، پاکان دوست می‌دارد. باور کن عیب از شرم است وقتی که این قدر ما و شما در اطراف این صحبت میکنیم، از طرف حکومتدارا این قدر سیاست ها بالای ما و شما میشود، بازم همین ما و شما هیچ عبرت نمیگیریم. مهمان می آید، من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیکرم ضیفه. پیغمبر خدا میگوید کسی که ایمانی بر خدا دارد، ایمانی بر روز قیامت دارد، باید که مهمان احترام کند. مهمان ها را باید که ما احترام کنیم. باید با قدر این مهمان ها ما و شما رسیم. همه ما و شما باید آماده باشیم برای پیشواز گرفتن این جشنی که در همین شهر ما و شما میگذرد. بسیار از شما من باور کن خشنود میشوم و بسیار گویم یک روح تازه هم میگیرم که وقتی که اگر شما از همینجا خیسته رفته همون دروازه تا رنگ میکرده، دیوالها تا گویم که همون سفید میکرده، نزد همون دروازه آن چیزی که گویم در همون کوچه و در نزد همون حولی تو قرار دارد چرک باشد، گویم که یگان غجدی باشد، همونها را از نزد دروازه دور میکنی خلاص. بعضی همسایه هایی که قوت ندارند، همسایه های دیگر میتوانند که با جهت مالی اونها را یاردم کنند. اگر در مالی احتیاج نداشته باشند، برای تازه کردن قوت اگر احتیاج داشته باشند، با قوت ما و شما اونها را یاردم کنیم. انشاءالله ما و شما باور کنیم ثواب کلان میگیریم. بسیار یک معرکه کلان است، فقط این شما جدی فهمید. بسیار یک معرکه مهمه در پیش ما ایستادگی است. ما در اوراتپه بودیم، همین نزدیکی قطعی آنجایی را که جشن گرفتن رفته تماشا کردیم. اون مردم باور کنین تماما اونا ما را تعلیم دادن که ما این معرکه را از سرمان گذرانیدیم، باید این وظیفه ها را شما اجرا کنیم. هر خانه 10 مهمان و 5 مهمان مردم اوراتپه قبول کرده است. هر خانه از حساب خودشون آب و ضیافت دادن. امروز باید مردم ما و شما همون شخصانی که شرایط دارند، ما آدمای نادار را هیچ وقت مجبور نمیسازیم، زیرا ما حق مجبور کردن نداریم. انسانایی که شرایط دارند باید که امروز ما شما به شرایط ها را یاردم کنیم و خودمان خانه هامون آماده کنیم برای قبول مهمان ها. خدای مهربان عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند و خداوند ثواب و اجر این موعظه امروزه را در نامه اعمال این جمعیت ما خدای مهربان کتابت بفرمایی و خدای مهربان هر مراد و مطلوب هایی که در دل این جمعیت است با فضل و کرم خودت برآورده بگردانی. آمین یا رب العالمین. داد پیش نامدی نبی طرف بین مرحمت بیا از اون میگم چه. الحمد لله الملك العزيز الغفار العظيم